چند سالت بود که فهمیدی؟ تو کامنت ها بنویس، آخریش از همش جالب تره. چند سالت بود که فهمیدی برای شنیدن صدای واقعی خودتون، یعنی چیزی که بقیه از شما میشنون، باید دوتا مقوا روی گوشتون بذارید؟ چند سالت بود که فهمیدی اگه یه نفر رو یهویی از خواب عمیق بیدار کنین ممکنه باعث بشین مغزش آسیب ببینه؟ چند سالت بود که فهمیدی استفاده طولانی از لوازم آرایش باعث افزایش عصبانیت خانم‌ها می‌شود؟ چند سالت بود که فهمیدی بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آبه؟ چند سالت بود که فهمیدی مقبره کوروش بزرگ اولین سازه ضد زلزله دنیاست؟ چند سالت بود که فهمیدی دلشکستگی حدوداً واقعیه و بعد از ضربه روحی سنگین چند تا از سلولهای قلب میمیرن؟ چند سالت بود که فهمیدی احتمالاً تا الان حداقل یه نفر به خاطر اینکه آیدی مورد علاقه اونو برداشتین از دستتون عصبانیه؟ این ویدیو رو لایک کن ایرانی.